موضوع برنامه امروزی ما چنین عنوان گرفته است. انرژی گرمی در فصل زمستان کدام است؟ نرخ انگشت بیشتر از آمد فصل زمستان وابستگی دارد. Kömür ve aymır. Kamkamın olduşum, haykay olduşum de. 10 کوب 14 کوب هزیب خریداری میکردیم. بعد از آن با 4 تن 6 تن انگیش خریداری میکردیم برای زمستان زورانه. گرفتن نیرو از خود همین آفتاب هم یکی از راه‌های بی خطر است. با واسطه اتوماتیکی همه بینا رو با آب گرم تحمیل میکنه. اگر خواهیم که 1 کیلووات برق داشته باشیم اقلا 10 پنل آفتابی داشتن ما لازم. کدام گرادوسی در کار است هم گرادوس نمی‌مونه. چون صبحانه که برقی خانه ما نشان داد از آن راه گریز نیست. حتما باید پرداخت کنیم. در خانه ندارم. نه که خیلی استفاده هم باری میشه واقعی. نه که خیلی اینجا استفاده بودیم. چرا باری همه آن به سری نیروی برق است؟ منبع‌های الटरनेटिव्ی که استفاده برده میشد با نظر به منبع‌های آب نرخش گرانتر.